رسول خدا گفت که در ماه شریف رمضان کدام مسلمانی کار یک مسلمان دیگر بود کنه، اگر حاجت یک مسلمان دیگر برآورده بگرداند، خداوند 1000 حاجت او را فردا روز قیامت برآورده میگرداند. این اجر ثواب ببین که اون روز قیامت روز است که خدا در قرآن ای را وصف کرد که یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی. اون روز قیامت روز است که یوم یفر المرء من اخیه، او روز هست که برادر از برادری خودش میگریزد، پدر از فرزندش میگریزد، دختر از مادر میگریزد، مادر پدر از فرزندهاش میگریزد. لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی. اون روز هر کدامش، اون پدر مادر دختر پسر، به خودش یک اشکالات داره که به خودش سرگردان است. در همون روزی که پدر از فرزند میگریزد، اجر ثواب ببین که خدا 1000 حاجت همو بنده را برآورده میگردونه در روز قیامت. همو بنده که در ماه شریف رمضان کار یک بنده مسلمان دیگر را حاجتش برآورده میگردونه.